سلام خدمت شما دوستان عزیز همراهان گرامی. من زکریا قنبرویسی هستم در کانال زکی گراف. امروز در خدمت شما هستیم با طراحی همچین لوگوی خفنی برای گروه موسیقی بیدل. حالا این گروه فرضی است ولی بریم آموزشش رو ببینیم که چطوری همچین لوگویی درست کنیم. خب برای این کار اول باید بریم یک سری طرح‌ها رو اجرا کنیم که توی ذهنمون هست. مثلا من خودم رفتم یک سری ویژگی ها رو برای این گروه موسیقی مثلا نوشتم. اول مثلا اسمش، حالا صنعت کارشه، مثلا گفتیم کجا این لوگو قرار استفاده بشه و سبک سیاق کار اون گروه. حالا بر اون اساس اومدم من چند تا طراحی انجام دادم. مثلا اول سری اومدم گفتم اینجا یک لوگوهای موسیقی باشه که دیدم طرح زیاد جالب در نمیاد، ولی اینم هست که میتونست طرح قشنگی بشه. این مثلا حرف بیشه و دلش این لیش شده یک ستار یا ادوات مشابه این هم هست که اون ستار چرخونی اینم شده حالت نوت موسیقی اینم هست. ولی در نهایت اومدم این رو طراحی کردم، این رو پسندیدن کارفرما فرضی. بعد اومدیم و اینو بزرگترش کردیم که بیایم و اجراش کنیم. خب برای اجرای این کار اولین این که باید این تیکه رو برش بزنیم و بیاریم توی برنامه ایلیستریتور. حالا با فتوشاپ هم میشه انجام داد ولی ایلیستریتور راحت تره و دسترسی های بیشتری داره برای اینکه مثلا لبه هاشو خم‌تر کنی یا چیزای مشابه. برای این کار ما این رو برش دادیم برای که وقتتون تلف نشه، آوردیم اینجا. بعد از اینکه شما فایل رو وارد کردید باید آروم آروم شروع کنید با وسیله های پنتول و این رو ترسیم کنید. حالا اگر قلمو داشته باشید کارتون راحت تره، ولی اگرم مثل من الان دارید با موز کار میکنید یکم کارتون سخت تره و احتمالا تایم بیشتری میگیره. حالا برای این کار باید چیکار کنیم؟ میایم و اول این نقطه اینجا میذاریم و این خط رو میکشیم و نقطه دیگر رو هم میذاریم. بر حسب همون کاری که میکنیم میایم جلو و اینجا یک نقطه دیگه میذاریم ولی این رو ول نمیکنیم. میگیریم این نقطه رو میکشیم تا این خمیدگی ایجاد بشه و خمیدگی رو یه جای مناسب میذاریم. حالا برای اینکه این خمیدگی نگاه کنید، الان مثلا میاد اینجا این حالت خمطوری داره. برای اینکه این خمیدگی ایجاد نشه و خمیدگی طبق کار خودمون انجام بشه میایم دوباره روی همین نقطه کلیک میکنیم که این طرف که یک خطی بود از بین بره. حالا شروع میکنیم یک جا مستقیم میایم، بعد شروع میکنیم از این ور دوباره حرکت میکنیم و مستقیم نقطه پایینش که تا بتونیم راحت تر خمیدگی رو ایجاد کنیم. نه مثلا بیایم اینجا با یک دور خمیدگی بعد دوباره بیایم اینجا یک خمیدگی دیگه ایجاد کنیم تا اصلا کارمون زیادتر بشه. میایم مستقیم این پایین و خمیدگی رو ایجاد میکنیم. حالا من برای اینکه وقت فیلم زیاد نشه اینا رو گفتم. حالا بریم سراغ نکات دیگه، چون اینو من کاملا ترسیم کردم و فقط الان اجراش میکنم. همینجوری مثلا میتونید بیا یه همینطور خمیدگی ایجاد، نیازی نیست دقیقاً هم رو خطوطی باشه که کشیدید، ولی حدودی سعی کنید طبق همون الگویی که ایجاد کردین پیش بدید. حالا اینا رو من برمیدارم که دیگه اذیت نکنم. حالا البته یه سری نکات دیگه هم هست که باید بگم بهتون. اینا رو مثلا شما ایجاد میکنید خطا رو، شما این رو بزنید مثلا وسیله است، این کمکتون میکنه که مثلا این لبه ها رو خم کنید. حالا برای که مثلا این لبه نرم بشه شما باید این نقطه سفید کوچیک بالا مثلا زوم کنیم شاید بهتر دیده بشه. همین نقطه حالا اینم کوچیک‌تر شد. میاید همین نقطه رو میگیرید میکشید رو به پایین. هرچی بیشتر بکشید این خمیدگی بیشتر میشه تا اونجایی که دیگه قرمز بشه. این بیشتر از اون دیگه شما مجاز نیستید این لبه رو خم کنید. مثلا نرم بشه خیلی بهتره. بعد از اینکه این کارا رو انجام دادید میاید و این فایل رو بر میدارید. حالا بکنم این یکم سیستم کن داره عمل میکنه. آره این فایل رو بر میدارید و میاید نقاط دیگر رو میذارید.
اینطوری میکنه، خودم هم میبینم. حالا خلاصه اینطوری میایید فایل ها رو ایجاد میکنید. حالا این رنگ بندی ها کاملا سلیقه‌ایه، شما میتونید هر رنگی که دوست داشتید بذارید. این نقطه ها رو هم دونه دونه میذارید. اینها مثلا المان هایی هستند برای تزیین. حالا اینا رو چطوری ایجاد میکنیم الان براتون شرح میدم. مثلا شما الان فرض کنید من اینجا یک مربعی میکشید. این مربع رو میتونید همین استروک و لبش رو بذارید. اینا رنگش هم مثلا یه رنگ مثلا زرد بذارید. حالا اگر بخواید که لبه هاشو نرم کنید، شما نگاه کنید اگه این رو بکشید هر 4 تا گوشه نرم میشه. متوجه هستین؟ حالا اگر بخوایم که مثلا فقط 2 تا گوشه لبش خم بشه، شما برای این کار باید این رو اولا از حالت سلکت خارج کنید. مثلا اینطوری دیدینش نباید اینطور باشه، یه جای گوشه صفحه سفیدی کلیک کنید که از حالت سلکت خارج بشه. حالا برای این کار میایم و این نقطه ها رو ببخشید، این نقطه ها رو که دیدید این شکلی شد نگه میداریم که این لبه حالا فعال بشه. حالا اگه بخوایم مثلا نقطه مقابلش هم این کارو کنیم، باید کلید شیفت رو نگه داریم و این رو انتخاب کنیم. حالا همونطور که میبینید 2 تا نقطه اینجاها ظاهر شدن ولی اینجا ما هیچی نمیبینیم. حالا برای این کار میگیریم این گوشه ها رو میکشیم و همونطور که میبینید این 2 تا گوشه فقط دارن خم میشن، یه جاهای دیگه خم نمیشه و حالت شارپ و تیزیشون رو حفظ میکنن. حالا این از این مثلا شما میتونید اینطوری نقطه ها رو ایجاد کنید یا همین فایلی که این همین المانی که اینجاست رو ایجاد کنید و ازش استفاده های زیادی بکنید. مثلا شما میتونید از این خمیدگی ها تو هر شکلی که داره، مثلا تا شما همینجا هم استفاده کردیم ازش، مثلا همین لبه رو خم کردیم، با اینا اینجا توی شیپ ها خیلی دقیق تر و تمیزتر میتونید این کار رو انجام بدید. حالا مراحل بعدیش این هست که شما اولا باید به این طراحی ها رو دقیق سر جای خودشون قرار بگیرید. مثلا همین حرف بی رو ما که طراحی کردیم، باید این نقطه مثلا من قبلا گذاشته بودمش اینجا، ولی توی مثلا موکاپی که داشتیم، توی همین موکاپی که اینجا داریم زیاد جالب در نمیاد، چون برجستگی ها رو این موکاپ نشون نمیده و این نقطه به معلوم نیستش. حالا شما برای ادامه کار میاید و همین عناصری که گذاشتم رو قرار میدیم. مثلا همینجا همین دونه دونه فعالشون کنیم خودشون میاد. مثلا این حرف د هستش. حالا این وسطش رو من رنگ نکردم، نمیدونم چرا، ولی توی فایلی که توی فتوشاپ قرار داد یکم دستکاریش کنیم این کارا رو انجام دادم. دونه دونه این حرفا رو طراحی میکنین بر حسب همین نقاشی لوگویی که همینجا کشیدیم، دونه دونه میرید جلو. حالا ضخامتش هر چقدر خودتون دوست داشتید میتونید دستکاری کنید، ضخیم کنید، فرقی نداره دیگه، کاملا سلیقه‌ایه. حالا این کارا رو که انجام دادیم میایم و تزییناش انجام میدیم. مثلا همین المان یا همین خطوطی که همینطوری میبینید توی لوگومون، حالا اینا توی چون موکاپمون یک دست هستش زیاد معلوم نیست، ولی اگر یه چیزی بخوایم طراحی کنیم که اینا معلوم باشه همش ببینیمشون، باید همچین چیزایی رو رعایت کنیم که سبک و سیاق لوگومون قشنگ باشه. حالا می‌ریم سایر المان ها هم فعال میکنیم، سایر دایره ها هم فعال میکنیم. حالا اینا که هیچ نیستن، مثلا شما همچین کارهایی رو میتونید بندازید روش، مثلا همچین خط و خطوطی. حالا میبینید دوباره باز خط داره این جا، چون نقطه رو جاشو عوض کردن بی خود فعال شده. حالا اینا هم هستن، این خط سفیدا بین کار خیلی میتونن جذاب باشن و ازشون بهره ببرید. اینم یک خط سفید دیگه. خلاصه کار ما کدومشون باشه؟ کار ما اینجا تمومه و اکثر المان هایی که داشتیم رو با هم دیگه فعال کردیم. فقط این نقطه های خمیدگی رو با تیزی رو یادتون باشه که چه کارش کنید. اینا هم که میبینید همشون استروک هستن. مثلا شما این رو فعال کردید، این نقطه سیاه ها استروکن، این حالت دایره تو خالی مربع تو خالی داره، اینا استروکن، اون لبه هاشن و این فیلم رنگ توی لوگومون هستش. حالا اگر بخوایم این رو
نوع مثلا این حالت این رنگی ایجاد کنیم بهش میگن gradient tool. این رو میگیریم و ما اینجا همونطور میبینیم که یک حالت نوار ایجاد شده. میتونیم با نقطه کردن روی هر کدومشون رنگاشون رو فعال کنیم. مثلا این رو بذاریم سبز، همون زرد. بعد این حالت لوزی که روی محورمون هم داره باعث میشه که مثلا اون رنگی که اون طرف انتخاب کردیم یا مثلا زردی که انتخاب کردیم بیشتر جلوه داشته باشه. مثلا نگاه کنید همین رنگ که می‌بینید زرد مثلا بیشتر جلوه داره. حالا من ترجیح میدم همون وسط جای خودش بمونه. حالا توجه کنید که توی ایلاستریتور این گرادینت خیلی تفاوت داره با فتوشاپ. نحوه فعال کردنش توی فتوشاپ همین رو فعال می‌کردید، همین ابزار رو فقط از این سر تا اون سر می‌کشیدید، دیگه چیزی دیگه ای نبود. ولی برای اینجا شما باید بزنید روی حالا شیپتون رو انتخاب کنید و این ابزار گرادینت رو بکشید روش. حالا دیگه نمیدونم چرا الان فعال نمیشه. اینا فعال شد. یه چند بار کلیک کنید فعال بشه. بعد این رو انتخاب میکنید و کاراشو انجام میدید. این دیگه از این. حالا میریم تیکه فتوشاپش که باید اونجا هم یک سری تزیینات نهایی رو انجام بدیم و آخر سر فایل رو با هم دیگه روی یک موکاپ اجرا کنیم که بخش خیلی مهمیه و نهاییه. امیدوارم تا اینجای کار به درتون خورده باشه. با هم بریم بخش بعدی. خب به پارت دوم خوش اومدید. ما اینجا هستیم که یک سری تنظیمات نهایی رو انجام بدیم و آخر سر فایل رو به موکاپ تبدیل کنیم. ما اینجا آمدیم توی فایلامون یک سری تغییرات ایجاد کردیم که تغییرات خیلی جزئی هستن، شما میتونید انجام ندید. حالا اومدیم چه کار کردیم؟ اولا اینکه رفتیم توی گوگل یک چند تا براش اسلیمی گیر آوردیم. مثلا همه اینا رو که می‌بینید اصطلاحاً بهش میگن براش اسلیمی. شما نگاه همین المان رو حالا برید تو گوگل بزنید، همش هست. یا اینکه بیای تو کانال زکی گراف توی تلگرام فایلش رو آپلود میکنم. شما میتونید اینجا مثلا ببینید من این بین رو رنگ کردم، بین خطوط رو که دیگه خالی نمونه چون یه طور حالت خوبی نداره. حالا اومدم این المان رو انجام دادم با براشی که دارم. مثلا شما الان نقطه این دکمه B رو بزنید این براش فعال میشه. میتونید المان ها همینطور که نگاه کنید همینطور میبینید المان های اسلیمی که اینجا دارم فعال شده. همینطور که اینجا میبینید مثلا تا بیام پایین همین جایی که میبینید مثلا المان های اسلیمی همشون هست توی فایلی که قرار میدم توی کانالم. میتونید برید کانال رو دنبال کنید و اونجا فایل رو هم دانلود کنید. و خلاصه این که شما میتونید با این تغییرات جزئی فایلتون رو اون لوگویی که دارین رو قشنگتر کنید و کار نهایی رو در بیارید. حالا همین فایل خام رو ما یک موکاپی رو باز میکنیم در اصطلاح که این موکاپ رو هم الان بهتون میگم که چطوری توش لوگو قرار بدید. یک چند ثانیه تا من برم فایل موکاپ رو بیارم و برمیگردم. خب اینم موکاپی هستش که دنبالش میگشتیم و آوردیمش بالا که لوگومون رو توش قرار بدیم. برای این کار همونطور که میبینید همین گوشه نوشته یور لوگو. ما هم میایم روی این حالت مربعی کلیک میکنیم که برو توی اون فایل سمارت آبجکتمون. همونطور که کلیک میکنیم میاد اینجا و ما میخوایم مثلا این فایل زکی گراف که نوشتیم اینجا نباشه. میایم این رو چشمیش رو برمی‌داریم، لایه رو غیر فعال میکنیم و میایم روی لایه خودمون. حالا اینجا لایه ها رو همه یکی میکنیم. حالا میتونیم به صورت گروپ هم همشون رو ببریم ولی حالا ما این رو همشون یکی میکنیم. واسه ببینم flatten image ما این رو میزنیم همه لایه ها یکی میشن و ما میتونیم این رو اصطلاحاً همشو ببینیم. حالا اگر flatten image رو بزنیم یه بدیهی که داره این بک‌گراند ما سفید میشه که میتونیم حالا اون رو برداریم یا میتونیم یه کار دیگه هم انجام بدیم. میایم و این لایه ها حالا که غیر فعال هستن ولی مثلا اگر فعال باشن ما این رو میزنیم. وایسید ببینم. خب همینجا میاد.
merge visible layer ما این رو میذاریم هر لایه‌ای که فعال باشه رو همشو یکی میکنه و اون لایه های غیر فعال هم که کاری باهاش نداریم. حالا ما این رو چون نمیخوایم، حالا دیگه چون کار زیاد میشه ما این رو با پاکن رو ورش میدهیم و کلا دیگه برش میدهیم و دیگه کلا نمیذاریمش. خب حالا ما فایلمون رو اینطوری میگیریم و کلید کنترل رو هم حتما نگه داشته باشین. این رو میگیریم و فایلمون رو درگ میکنیم توی اینجایی که هست میخوایم لوگومون باشه. ما این رو اینجا رها میکنیم، میبینیم که فایل خیلی بزرگتره، میایم و کنترل تی رو میزنیم، فایل رو کوچیک میکنیم تا اون اندازه‌ای که دلخواهمون باشه. یه نکته هم بگم، توی ورژن قبل 2020 فکر کنم نیازه که برای اینکه همه ابعاد خودشون هم اندازه کوچیک بشن دکمه شیفت رو نگه داره. روی ورژن مثلا 2024 که الان اینجا هست نیازی نیست که دکمه شیفت رو نگه دارین و خود گوشه رو بگیرید، مثلا همین گوشه بگیرید کوچیک کنید، خودش دیگه به یک اندازه کوچیک میشه. حالا ما این رو آوردیم اینجا، چه کار کنیم که موکاپمون اینجا قرار بده و دیگه این زکی گراف اینجا نباشه، باید به جاش همین فایل ویدالمون بیاد. برای این کار باید این فایل رو سیو کنیم. میتونیم کنترل اس رو بزنیم یا بیایم توی تیکه فایل و سیو رو بزنیم، هیچ فرقی نداره، هر دوتاشون یک کار انجام میدن. خب همونطور که میبینید الان فایلمون ذخیره شده و ما موکاپمون درست شده و لوگومون آماده است. میتونید برید این رو استفاده کنید. حالا اگر خواستید ابعادش بزرگتر باشه، مثلا فایلمون 1:1 باشه، حالا میتونید این تیکه رو زیادش کنید و پس زمینه رو مثلا تغییرش بدید. توجه هستید؟ مثلا پس زمینه رو مثلا از همین فایلی که هست، مثلا این فایل پس زمینه است، ما میتونیم این رو بزرگترش کنیم، مثلا کشش بیاریم. حالا اینجا برای اینکه بیخیال بشه و همه زل ها رو با هم بزرگ نکنه، میتونید شیفت رو نگه دارید و این فایل رو بکشید. چون کیفیت عکس بالا هست زیاد مهم نیست که چه بلایی سرش بیاد. اگه کیفیت عکس پایین بود قطعا اینجا پیکسل پیکسل میشد و اذیتتون کرد، خلاص کیفیت کارتون پایین میومد. این هم بود از آموزش امروز. امیدوارم که استفاده کافی رو کرده باشید. حتما کانال ما رو دنبال کنید، سابسکرایب رو بزنید، دکمه زنگوله هم فراموش نشه. انشالله تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.